من راه چاهو یاد دادن نه راه و چاهو، افتادم تو چاه همونجا رو آب و جارو کشیدم. کی میتونست بره جلو بهترم من؟ اینا که اس بردی همه مثل پسرم من. ببینم اینا زمان شروع ما کجا بودن، حالا تیکه میندازم واسه ما شاغلم شدن. اینا تو وان هموم خونشون ناخدا بودن، دم در آوردن واسه ما ناغلا شدن. این همه سال کارو بینم کی دید؟ اینا میخوام بگم این زیر زمین اینم کلید. میکروفون تو دست تو یعنی اتم دست داعش، بهتره که این کلید بمونه دست صابش. نظر تو خود جوشه، سالم نیست، بو میده، کد روشه. منو نقد نکن از خودت تو مایه بذارین، 100 تومنی پاره های لای هزاری. همین مونده اینا برام تز بدن، فقط به دین و لای پرانتز بگم ما خیلی کارا کردیم نگفتیم که ریا نشه. این روزا قضاوت هر کی هر رو قیافشه. واسه من این قصه ها عادیه، همه قاضی شدن، این استعداد ذاتیه. بری میگن فرار کرد وطن فروش، اگه بمونیم میگن یارو اطلاعاتیه. زنده باد حاشیه تو مغزش چیاس یارو، آدم حساب کار دستش میاد. کار درستو میکنی میگن قصدش ریاست، کاری هم نکنی میگن قلبش سیاست. من کارم غمگینه چون بارم سنگینه، کم بوده گذشته‌ام فقط بارت تامینه. وقتی سوار زندگیم داره راحت در میره، اون لحظه است که خودکارم با کاغذ در میره. من رپ نکردم رو شکم سیری، واسه کلکل و بچه بازی یکم پیریم. اونم قابل احترامه، حاصل استعداده، چون حرف خاصی توش نیست فاقد اعتباره. با رپ میشه در جنگ تاخت، با رپ میشه فرهنگ ساخت، با رپ میشه رویا رو نشون داد، با رپ با کلمه میشه دنیا رو تکون داد. مطمئن باش من این واژه ها رو واسه وزن و قافیه به هم دیگه وصل نکردم. من این واژه ها رو بالا آوردم از حقیقت تلخی که هضم نکردم. از روزگار میگذرم، نشونه میگیرم و توی خال میزنم. گذشته ها رو مثل پوست مار میکنم، صدامو از تو شهر خونه های میهنم میشنوم. از روزگار میگذرم، نشونه میگیرم و توی خال میزنم. گذشته ها رو مثل پوست مار میکنم، صدامو از تو شهر خونه هاش میشنوم. موندگار میشوم. ذهنم جوونه ولی مخ پیره، چشمم از دید زدن